دو و آر علاوه بر این که خودشون یک گرامر جداگونه دارن، حالت سوالی هم میگیرن و بیشتر زبان آموزها مشکلشون اینه که کی از دو استفاده کنن و چه مواقعی از آر استفاده کنن. به این مثال دقت کنید. وقتی من میگم که آیا شما در تهران هستید، میگم Are you in تهران. ولی وقتی میگم آیا شما در تهران زندگی میکنید، میگم Do you live in تهران. وقتی که هستید توی جمله باشه از آر استفاده کنید. وقتی که فعلی توی جمله باشه از دو استفاده کنید. یا مثلا من حالم بد شده افتادم زمین تو خیابون، اطرافیان جمع میشن چته، چرا افتادی، چته. نه بعد یه دیدی تیکه میندازم میگم مگه دکتری، مگه دکتر هستی، آریو دکتر، آریو نرس. یا مثلا یه نفر رو میبینید قیافش شبیه معلم هست، میگید آریو تیچر، معلمی، معلم هستی. یه نکته دیگه این که از حرف اضافه ات بیشتر مواقع استفاده میکنن، به خاطر اینکه برای لوکیشن های مشخص مثل مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، محل کارتون از ات استفاده کنید. مثلا Do you work at hospital؟ همین. امیدوارم پست خوبی براتون باشه. مراقب خودتون باشید.